وجه حل قصه نی مثلا قصه کجا رو نه او जमाना में टेलीफोन ना नेशनल घंटी पर घंटी पर तक थी हाँ वजह نی همشه کجا رستم کجا تو ها نی وجه ها خواجه گوشت هر چیزی تر برویم نی کجا ما دست گفتم وجه هم ببخشید میشه وجه واب دیدتگه بالاخره وزیر لوٹائیں گوشتید که تا چه نجوم سر در کاره یا منی وابا بگوش یا من ترا کشم که همیشه اد کبشی گفتی نه میشه روز که من ترا گوشه کودکا بکش جوابیده با حکم وزیر من کشت جگرون کباب کو ترا دا تو وارد نی وزیر الکشا گواب منا پیش بدار آیی تو کجا کشته و آیی هر دو کجا حبشی دیگه درمانده بید عرضی که وزیر منا امان بده ببخش تا کیفیتی عرض کد الکشا گوه ترا امان داده حبشی کیفیت پسه نکشگه سبکان خواجه بزرگ میره یک بیان کدو وزیر گوه برو کودکا بیار رحمت خدا به تو ببی که آیه زنده یکتا حبشی نزد خواجه و تمام داستانی الکش وزیر به خواجه گوشت هر چی زیدتر برویم که مرچی مقصود تیگه به تو به ترا برسینو پس حبشی بزرگمهر همراه و نزد وزیر کن الکش چون که دید به تعظیم و تمام پادت بزرگمهر چوکت و گوشتی ای فرزند من ترا با دامادی وتی قبول نکتا بفرمای پادشاه چه واب دیدتا بزرگمهر گوه ای وزیر بنظیر اگر ما بیننده وابه گا بگندو احتمال کنو شاید تعبیر وابا یگا بزانو لیکن چه گفتن شما یگا منی پاما چیزی نگنجی نزانو چو هرچه وزیر التماس کو فریاد کوش قبول نکو بزرگ میرا چیزی دیگه با وزیر نگوشت الکش وزیر گوشت پس من نزد شاه رون ترا طلب کنم بزرگ میرا گوشت بروی وزیر پادت به خدمت پادشاه کو کباد شهریار چون وزیر دید خوشحال بید گوشتی وزیر چیه کد آیا واب منی زانت الکش عرض کو منا یک غلامی هستی ملازمی هستی که در علم نجوم دستی تمام هستی و آیی تعبیر وابا شمایگا ترا گوشی پادشاه گوشت زود آیا حاضر کن برو بیار حاضر کن الکش گوشت چون که آیی چمان رنجتا اگر شاه کسی با آیی واسه دیم بدن شاید بیایده شاه دستور دا که اسب شرین گزین از تلاهه ببری آیا سوار کنی بیاری چند نفر چه پادشاه خاصه مردم آزمان چه دربار اسب وجه ذهن کت نزد بزرگمهر آورد فرمان پادشاه بایی رسید خواجه گوشت چون که اسب دیوی هسته من آدمی زادیم چطور بالای دیو سوار بوم بالاخره پدا اما مردم پادشاه خاصه مردم وجه پدا ترتا مراجعه کو اتکن شاه کرد آچه که بزرگ میرا گوشتگا به شاه عرض کو شاه حیران ماند گوشتی پیل سواری منیگا ببری و نی وجه گماشتگان نوکرم پادشاه چون که پیل آورد خواجه بزرگ میرا گوشت اعضای من تمام هم که درست هستن اگر پیل وتی خرطوم وتی همه لونتا لوسا بزیر منه چسب بکن به تری به زمین نبجن چه توانو هستین چه عقل دور هستین هرگز پیلا سوار نبو پداشان نزد شاهد کن عرض کو کباز شهریار گوشت که تخت روانی سواری منیگه ببری شاید که بایی سواری بی چون تخت روانی آورد بزرگ میره و من بیماری نام
هر که بیماری هستیم به تختر روان سوار بی. پدایشی آرد به نزدیک شاه آرد و داستان بیان کو. شاه حیران ماند. گوشتی بروی چه آیا جست بکنی که بچی سوار بی تو کہتے وجہ یہ تارتاں پیغام شاه رسین تے. گوشتی اگر الکشا وزیرا زین لگام بکنه سوار ما خدمت شاه رسون. یہ وجہ کارگران غلامان پادشاه میخواست مردمان اتکان وجہ پدا پادشاه که رات کن. پادشاه تعجب کد. گوشتی شاید چالکش وزیرا سکین ظلم عظیمی آیا رسته وگرنه کسی به انسان تالا سوار نبیده. ناچار باید وابا وتی تعبیر کنم چاره نیستن. خواست وجہ ہما دمانا وتی نوکر چاکری گوشن حکم پادشاه الکش وجہ زین کو لگام دپا دا. بزرگ میر آورده. خواجه چو الکش دید زود سے جاگه وجہ سیٹ کے جتی برجسته با پشت آئی وجہ سوار بید. چند وشی لگا تو چابکی بایی جد تا به بارگاه شاه رسین دی. به در بارگاه وجہ یرکب حضور پادشاه رفت. شاه به تخت سر نندگه گوشتی بنند. الکش فرو داد. شاه چون بزرگ مهر دید چه تخته وتی وجه چیرات آئی در کره وتی گرد با کرسی وزارت نندی دی. بعد جز که ای بچه تو که و نام تی چیه؟ بزرگ مهر و نام منی بزرگ مهر هسته. نام پت منی بخت جمال بیته. کباد شهریار بخت جمالی شریس را پجارد. پادشاه گوشت ای جوان شفا بستگی من واب دیتا. خواجه بزرگ مهر گوشت هنچو که تو با وابا دیتا که نزد شاه یک ظرف حلوای ایره کتا. پادشاه یه لقمه چاها چس کتا لورتی که من دفا بلیتی که ناگهان کچک سیاهین ظاهر بیتا. لقمه چت دفا چه شاه گفتا. پادشاه چه ترسا آگا بیتا و وابی فراموش کتا. خبادا وجه شهریار کنده تو کنده جتی گوشتی ای وزیران و ندیمان و حکیمان و ارکان دولت تمام شما بزانی که واب منی همی بیتا. بزرگ مهر گوشت هنی منا یادت. بعد پادشاه گوشت ای خواجه تعبیر ای وابه که باید تو بگوشتیم. بزرگ مهر گوشت تعبیر وابه آیه که باید پشت پردت را بوشیم که شاه داد اول شاه باید دادا منیگه چه الکشا بگیری منا بدن. که بعد شهریار گوشت بگوشی که آیت تو بتو چه ظلمی بیتا چه ظلمی تر رسته. شاه پرسید شعر وجه. شاه پرسیدش که برگوی ای پسر راز باب خود را به نزدم مختصر. خواجه گفتش که ای شهنشاه جهان داد از الکش وزیر بدگمان. قاتل به آب من این بیدین بود چون نمک نشناس و بد آیین بود. دارم امید از شه با اقتدار در عوض او را کشی بر چوبه دار. بزرگ مهر گوشت الکش ایتی منی کشته. پس تمام کیفیت پته راز در گنجه در باغ بکت رسینگ الکش وزیر و آیا دفن کنگ و آیا در هما حجره که بکشیدی. شاه گوشت الکش وزیر به دار کشه دار جد. بلحال که آیی به دار جد و لوگان آیی به تمامی مال و منال حواله بزرگ مهر کتن. الکش وجه دو جنک هست. دو دوتگی هست جنک.
یکی بزرگمهر عقد قوت دیگر که هنکه هما حبشی که با یا وعدی کتا بیتگا داتی. بعد پادشاه تعبیر واب وتی جز کو خواجه اگر تعبیر با خلوت عرضی کنم. پادشاه پادت با خلوت عرض. بزرگمهر طلبت گوش چی؟ بگوش هنو تعبیر وابه چیه؟ بزرگمهر جواب داد که چند روز هستن شاه جنین نوکین گفته و انگا آی تصرفی نکته و جنین عاشق یک چینی بیته و آی در صندوق کتگو چه لوگا پته وتی همراهی آورده در محل پنهانی کته و کچک سیاهی هما مرد چینی هستن. شاه حیران ماند. فی‌الحال به حرم رفت و وجه شوهازی کد انچو که بیتگا بزرگمهر گوشتگا بیتگا پس جنین گو هما چینی و سنگسار کدن. خلعت و وزارت با بزرگمهر پوشانین تی وجه خلعت مدنین داتی. یک لحظه شاه بگر خواجه نتونتی بمانی. به گفته آئی هیچ کاری نکو و بدین و هر پیما وجه هر روز بسری برد، یعنی با خوشی و خرمی روچانی گوازند تا روچ کباد شهریار در بارگاه با تخت نشتگه شراب منوشگه و پیاله دست شاه هسته که یکی با خواجه سرای چه حرما چه دانا تات کو عرض کد. شاه مبارک باد شما را که به طالع سعدین در حرم سرای اولاد مردین متولد بیده. بزرگمهر گفت ای شهریار عالم به ای شادی پیاله بنوش. کباد شهریار پیاله نوشد گوشت ای خواجه نام ای پرزند چی بیته؟ خواجه گوشت چون که گوشتم بنوش نام آیی پرزند نوشیروان هسته و آیی پادشاه عادل و عادلین بیته مزن پادشاه بی 7 ملک اقلیم در ضبط و تیگ در کاری و 4200 تاجدار آیی خدمت ورسی 700 وزیر و 900 ندیم و 700 حکیم پیش تخت آیی با کرسی زرینه نندم و 70,000 بنده زرین کباد و زرین کمر پیش آیی دست بسته اوشتم و 700 پیل در بارگاه آیی در دپا همیشه اوش بستگم. بزرگمهر چندان اوصاف پادشاه نوشیروان کتی که کباد شهریار چه خوشحالی چه گل پیما و اطمینان شگفته بی و خزانه پچ کو چندان زری بخشد به فقرا که در مدائن بوشید دیگه هیچ فقیر نماند. لیکن الکش وزیر ها یک پسری بیت مردین چوکی و مردین چوکی هسته به نام بختیار آی نامه بختیار و بختیار مرده بیتگه که آی جنین هم حامله آی جنین هم در هما روز پسری به دنیای آرد که پسر هم خواست به خدمتش شاه آورد. شاه گوشت ای خواجه در ای حق ناپاک چی گوشه؟ خواجه گوشت ای مخدوم زاده یک آفتی بیتن که نام آیه در روی زمین نشکنگ و وزیر دانای بیتن ولیکن مکاری بیتن به مکر و خدمه ملکا کلن زیر و زبر کن. شهریار گوشت نامی باید چی بیتن؟ بزرگمهر گوشت نام آیه بختک بن بختیار. کباد شهریار آیی هم با دایی سپرد که هما روز در هما لوگا بزرگمهر را چه هم وجه دختر
الکش یا وزیر هم وجا پسر متولد بود مردین چوکه چه بزرگ مهر چه الکش وزیر جنکا چی که ساند کتگا آیی نامی که سیاهوش هر روز نوشیروان سیاوش بختک با هم دیگه لعب کرد چون هم سن ندم تا که سن آهانی به 25 سالگی رسید بید روزی چه نوشیروان در پای تخت کباد شهریار ورشکتی که ای وزیر بنزید چندان اوصاب من چوکت و بیان کتا چون پادشاهی بیتن کسی آیا دشمن بیتن یا نه خواجه گوشت ای شاه بزرگان گوشته که نوش بی نیش و گل بی خار نبیتن پادشاه گوشت دشمن کی بیتن چه کجا پاد که و ای زمان کجا هستن بزرگ میرا گوشت ملک عرب چه مکه مبارکه پاد کهتن تا ای زمان در ماته شکم توکا بیتن این شپین در شکم ماته که در کهتن شاها گوشت ای خواجه بهتر هستن که شما قدم رنجه بکنی بروی دشمن در لاپا ماتهگا که در کهتن بکشیتی متولدی بکنی بکشیتی و یا برطرف بکنی بزرگ میره گوشت فرمان بردارم پس وجه بزرگ میر به طرف جانب مکه معظمه روان بید وجه داستان سیوم رود بزرگ میر در مکه مبارکه و متولد بیگ امیر حمزه صاحب کرانه همه فهمه گوشن که در مکه معظمه رئیسی که آیا چه فرزندان ابراهیم پیغمبر علیه السلام بیته و آیا عبدالمطلب گوشته مرد پاکدل و گریب نواز و مهمان دوستی بیته 11 مردین چوک آیا بیته 11 پسری بیته بی اسامیان نام بیته عباس ابو طالب حمزه عبدالله هاشم حارس عبدالصمد عبدالرحمن عبدالقادر عبدالمقتدر و ابی لهب عبدالمطلب و تم متولی خانه کعبه بیته و محافظت خانه کعبه آیا کتا هر وقت کپار یا کست خرابی لوگ خانه کعبه کتا عبدالمطلب در خانه کعبه نالتک و دعای کتا به درگاه حق تعالی عرضی کتا الهی منا یک فرزند رشیده روزی که کپارا به زیر زهم گونه یعنی که منا یک فرزند رشیده روزی بکن که کپارا زیر بیرک اسلام بیاریتن پرچم اسلام چیرا بیاریتن بیرک اسلام اگه بیاری و اسلام چند نوک تازه بکن به همه نیت خانه کعبه 12 سال جاروی کتا بیده بعد چه 12 سال خدا تعالی ایال آیی حامله کتا بیده چون که عبدالمطلب زانته آیا امیدواری پیدا بیده خوشحال بیده و شکرانه حق تعالی به جای آورده منتظر آیا بود چکه بیده که صدایا در تمام مملکت پیشتر بیده آواز یک که عرب پادد که خواجه بزرگمهر چه جانب پادشاه کباد شهریار تعیین بیده که در مکه کیت شکما جنینان حاملانی پاره کنتن و چوکان برطرف کنتن این خبر در دل جمع اهل عرب همین خبر که یعنی خواجه بزرگمهر پیدا گئی مکه تمام جنینانی که لاپورن چوکان درکم پوشیده لاپان دری درستانی مثلا دل تو که عربان کپته بی تا که خواجه بزرگمهر به نزدیک مکه رسته عبدالمطلب چر رئیسان یه دیگه و آیی هم استقبال رفتن
چون خواجه بزرگمهر عبدالمطلب دیده گوشتگی و ملاقات کتم و یک کادگه را و خواجه بزرگمهر آهسته در گوش عبدالمطلب گوشته هراس مکنی که من هیچ کسا نکشم نرنجینم بلکه رحمت لطف فراوان هم آیا کمک کنم. چون خواجه عبدالمطلب چه ای بشارتا و چه خواجه بزرگمهر آیا اشکتا خوشحال بیده کن یک کادگر وارد مکه معظمه بیتنگا. خواجه بزرگمهر در منزل بهشت نام درد کنن و یه منزل در بهشت تو کوشی نامی گفته که بزرگمهر رؤسای مکه تمام دلداری داتنن و دلی وش کتنوشی نارات موی من کسا نکشم و داد و انعامی داتنن بر رئیسان کمکی کتنن. چون مدت حمل ایال حضرت عبدالمطلب تمام بیده به طالع سعدین وقت میمون یعنی ساعت نیکین ورچه که فرزند مردین چوک متولد بیتن عبدالمطلب فرزند شما کرا گفته به خدمت خواجه بزرگمهری آورده. خواجه پادت که به تعظیم تمام آیی در بغلا گفته و در پیشانی آیی چارتگی نگاهی کده در میان دو آبرو یک خال سبزی دیتگی و آیی بوسه داده گوشتگی این نشان خاندان ابراهیم پیغمبر صلوات الله سلام علیه هستیم. خواجه چهار طفلا امیر حمزه نامی یر کتا گوشتگی که ای طفل صاحب کران 7 کشور بیته و چه جمله شاهان روی زمین حراج گریته و خلقه بندگی در گوششان کشی و لاته چه تختا با تخت تابوت رسینی فراش دین پیغمبر آخر زمان حضرت محمد بن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیته دنیا چه ظلما و جهلا چه پاک کنته چندان اوصاف امیر حمزه گوشتی که تمام عربان حیران منتگن. چون شنیدی مولد شاه عرب زر ببخشید و نمود او را طلب گفت این طفل صغیر ماه رو پیرو دین است دشمن بر عدو نام حمزه باشدش اندر جهان چون بود او در جهان صاحب کران چندی از شر عدو دورش بدار تا بماند در جهان او پایدار. بعد 40 خوشتر زر سکه کتگی و طلا و نکره به خواجه عبدالمطلبی داده ورچگی ای مال در پرورش ای چوکه گا صرف بکن ما آیا با فرزندی قبول نکته که در آخر کارا منیگا هم با کار کهتے در تمام عمر گوما اتحاد و اخلاص بیتیں. بعد امیر حمزه به دایی سپرده کته و در هما وقت بزرگمهر دیده مردی و چوک در بغل گفته دور اوشتاته خواجه جز کته ای کہیں اوشتاته چیه در بغلی هستیں عبدالمطلبه گوشته آئی پیک منی هستیں نام آئی امیه زمری هستیں. خواجه بزرگمهر گوشته آیا پیش وقت طلبی بکن بیاری چارون در بغلا چی هستیں امیه سر به زمین نهاده گوشته که ای بزرگوار دوشی در خانه فقیر هم یا فرزند متولد بیده. خواجه بزرگمهر گوشته آیا در کراف بگر در روی آیی نظری کته و نام آیی ایرکته عمرو ایرکته آب بچه در روی بزرگمهر
تبسمی کده کندتگی تمام عربا گوشته ای خواجه به ای بچه تعظیم پرچیا کنه. خواجه گوشته ای طفل باز کارآمدی بیته، چراغ لشکر حضرت رسول الله هم بیتیمشی و خراج ریش چه پادشاهان پچگیری تاجداران چه تخت به تخت تابوت رسینی و محب دین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیته. پس یک هشتر زر هم به امیه داده. امیه خوشحال و شادان شطور زر در لوگا آورتگی گوشتگی من در تمام عمر چوشین مرد سخاوتمند ندیده بیده. ای فرزند مبارک کدمی هستیم چه دولت ای طفلگ هشتری پر زر منه رسته. پس امیر حمزه و عمرو به دایی سپرده کتگن که شیر بدن تا پس 3 سالگی رستگن و براتان چه تولد حمزه خوشحال و خرم بیتگن. روزگار به فراغت به شریس را همی پیما گوازینتگن تواجه گوازینتگن ته داستان 4م واجه چونکه مانگ بزرگمهر در مکه مبارکه به طول رسی قاصد در چه مدائن رسی نوشته چه سیاهوش پسر بزرگمهر کاری خواجه وجه مور نامه پچکن تو مضمون به ای منوال هستیم به نام خداوند عزوجل مد خاندان ابراهیم علیه السلام. بعد چه نامه چه فرزند جد طالب دیدار ولی نعمت بزرگوار والد از و نامدار شایسته درگاه گفار و خواجه بزرگمهر حکیم بزانم و آگاه بند که کباد شهریار به تاریک پلانچ دنیا رفت و نوشیروان به تخت پته نشت. بختک رئیس جمله وزرا بید دست به ظلمات پچکتا تعدودی ایفتا. کباد شهریار در موقعی که چه دنیای رفت نوشیروان وصیت کتا که بزرگمهر حکیم جهت تی کشک دشمنانی که تیگه من ملک عربا دیم داده رفته چون که بیعتی آیا بجای من بزانه و با آیا خدمت بکنه حرمت آیگا بعد نگاه بداره. نوشیروان قبول کتا ولیکن بختک وزیگا دست تعدودی اوشی ایر کتا خراج مملکت یکی به دوی ترین تا ملکی زیر رو کتا بخرابی آورتگی هنی به مجرد مطالعه نامه مدینه پیش بگر بیا. پس خواجه بزرگمهر روچ دیگه چه عبدالمطلب و آل مکه خداحافظی کتگ به طرف مدین وجه روانه بیتا. چون نزدیک به شهر مدین رسته خبری وتی به پادشاه نوشیروان بند کباد شهریار داده. پادشاه بختک گوشته به استقبال خواجه بزرگمهر بروین. بختک گوشته مگر آی کنگ شاه 7 کشور آی استقبال بروتین. پادشاه گوشته ای مرد که مرد اهل تعظیم است مرد بزرگی و چه نوازش آیگا پتا منیگا منا باز نصیحت کتا پس تعظیم استقبال آیه برما فرض است. بختک بن بختیار خاموش بیتا. شاه با استقبال خواجه بزرگمهر سوار بیتا و دنات که چون نظر خواجه با شاه کبتا چه اسبا پیاده بیتا شاه هم چه اسبا چیراد که هر دوین در پای یک کادگر کبتگو چه جهت کباد شهریار چم پر آب بیتگن پر عرض چه ملاقات و سوار بیگ شاه جستکنه که ای خواجه کاری که شما با آیه قدم رنجه کتا به انجام رسین تا ورچی که 5 دشمن چه جهان چستون کتا هیچ زنی در دیار عرب حامله نشته. پادشاه و خواجه در همه حکایت بیتگن که 2 مرغ در میان هوا شور و گوگای کتا کنگا بیتگن مردم چه حرکات دوی مرگان یا حیران بیتگن
بختیارا در گوش شاه گوشته که عشق که خواجه بزرگمهر زبان مرغان زانته استفسار بکن. بگوش پادشاه که خواجه بزرگمهر بلود که ای وزیر خردمند و ای آصف هوشمند منا آگاه بکن ای دوی مرغ چی گوشگن. بزرگمهر گوشته ای شاه ای کیفیتا منا جست مکن و چه ای بگذه. شاه گوشته البته تا ای حکایت به من نگوشه نگذم. خواجه گوشته اگر به گوش و هوشا بشکنه گفته بمون که شاه گوشته به عظمت لات بزرگ به سم دل گوش دارم. خواجه گوشته یک مرغ دگر باشنه که من جنکا و تیگا بطعی شکا خواستگاهی کنم. مرغ دیگری در جواب گوشته من شیر بهای وتی دوتک جنک 14 خرابه هستیں. آیا در جواب گوشته تا ای شاه نوشیروان ما حیات هستیں. بختک آیا وزیر هستیں. 14 خرابه چی بی اگر صبر کنه 114 خرابه به تو دهم. گر ملک این است وگر این روزگار من 10 ویران دهمت 100,000. چون که پادشاه یک کلمات عشق کتگا باوت پیچتا گوشتی که ای خواجه بزرگمهر زان تو که ای ویرانی خرابی مملکت تمام چه بختک هسته. شما هنچو که زانه و توانه جهانداری بکنه که منا چه تانه و سرزنشا بپوشانه مبیتنه. بعد چاودا در شهر آتکن. خواجه به هر طرف فرمانا لکتا و خراج گذشته شما تمام ماب کتا چه هیچ کس مطالبه نکتا و پراگ خاطر تمام وطن وجه اطمینان بیده چه ای حکم کل ولایت آباد بیده و زنجیر عدل به در دروازه شهر آویزان کتا که هر مظلوم زنجیر تکان بدن شاه وط کهتے یا آیا طلبی دادا مظلومه گا رسینی. بعد چه شاه گوشی نوشیروان عادل خطاب کنک بیتا. بعد در حیات آیه هیچ ظلم بر کسی واقع نبیتا. انچو که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در باره آیی گوشید تنگ فخر کرده و از آن به بعد ولایت آباد بیتا. فکر کتا که بعد چه گوشی ولایت گوڑا آباد بیتا و 7 کشور اقلیم در ضبط نوشیروان بیتا گوشی. بارگاهی که 1000 ستون چه اطلس میخان آیی زرینه بیتگن طلاییم بیتگن با آیا نصب بیتگن. 12 پرسنگ مستند گوشی همین پیما وجه گوشند که نوشیروان بار آم داتا بیتا یعنی سپره پچ کتا تا آم پرازی ارکتا تا یک پرسک با پرشان زر بافتیں وجه تا آمی ارکتا که گریبه مردم بچه سیرا وارتا 30,000 سوار رکابی بیتگی که 80,000 غلام زرین کلا و زرین کباه و زرین کمر دست بسته پیش تختا آیگا همیشه وشتاتا بیتگن. 7 پادشاه همیشه در حضور آیی خدمت وشتاتا بیتگن خدمت کتا. آوازه آیی آوازه وزارت خواجه بزرگمهر هم در جهان منتشر بیتا. خلاصه عدالت آیی با جای رسته که میان سن و سرای پادشاه یک پیرزن یک منظر خرابه بیتا که در آن زندگی کتگی و آیا یک ماده گوکی بیتا چون شاه در عدالت چه بیتا آ جنینا گوک وتی رها کتا وشی. آ گوکا در میان آی باغ و بوستان لوگه گا سکن رت کا و بولی کتا آی بولا وشی بوه بدین بیتا مشام شاه رسته شاه
باز رنده با پیرزال گوشته اگر منی کسر با تو من درست کنم چندین درم و دینار با تو دهم که ترا کافی بی ای جاگه به من با بکن. جنین قبول نکتا پادشاه عادل صبر کتا و عجوزه نرنجینتگی ای پیما یا عدل بیتا واجه عدل کتا. قصه واجه همده خلاص کنی آدھگه بهرشان باندشم موشم گوش داری یا 35 دکت بی وجه سلامت باتی الله بری.